یه لحظه واقعا حس کردم که اصفهانم. اینجا شهر زیبای فرایبورگ در ایالت بادن وورتنبرگ توی جنوب غربی آلمان که یکی از مطبوع‌ترین آب و هوایی آلمانو داره. در سال 1379 یک قرارداد خواهرخوندگی بین فرایبورگ آلمان و اصفهان توی ایران بسته میشه که جزء اولین قراردادهای خواهرخوندگی بین شهرهای آلمان و شهرهای ایران حساب میشه. این شهر هم مرز با سوئیس و فرانسه که بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا 80% شهر کلا تخریب شده، ولی به حالت سنتی و قدیمی دوباره همه بازسازی شد. اولین بار میبینم یه شهری توی آلمان مثل ایران جوب داره. فرایبورگ یه شهر توریستی و بسیار زیباست که یکی از دلایل این خواهرخوندگیش هم همین تشابهش با اصفهان بوده و به خاطر همین قرارداد خواهرخوندگی الان یه دونه خیابون فرایبورگ توی اصفهان داریم و یه دونه خیابون اصفهان